درود خدمت دوستان گرامی. جلسه 4 بخش رایگان رو میخوایم آغاز بکنیم با تست سرد آیسی. من دیتا شیتش رو سرچ کردم و طبق این دیتا شیت ما میگیم تست سرد میگیریم. VCC و GND نباید به هم توی تست دیود صفر نشون بده، یعنی این شکلی نشون نده. ببینید این شکلی نشون نده. همونطور که مشاهده میکنید پایه 1 و 2 3 4 5 GND هست، 6 اوت، 7 VCC، 8 هم ولتاژ رفرنس. نگاه کنید پایه GND و پایه VCC نباید صفر نشون بده رو تست سرد. خب ما این کار میکنیم، پراب مشکی میذاریم رو GND یا فرق نمیکنه، میذاریم روی پایه 7. اینجا چه عددی نشون میده؟ یه ولت داره نشون میده اینجا، یعنی تست سرد آیسی اوکیه. حالا تست گرم آیسی، چون آیسی 100% تست گرم هست، تو تست ولتاژ DC میذاریم. نگاه کنید دوستان، ولتاژ VCC نسبت به GND برای فعال شدن این آیسی 12 ولت نیاز داره. ببینیم این 12 ولت ساخته شده برای آیسی. پراب مشکی میزنیم به GND، پراب قرمز رو میزنیم به VCC. 12 ولت ما اینجا داشته باشیم که داریم دوستان. پس آیسی الان فعال شده. برای که بفهمیم اوت آیسی داره کار میکنه، پایه اوت نسبت به GND میگیریم روی تست فرکانس. ببینیم در حد 60 کیلوهرتز فرکانس برای گیت ترانزیستور میفرسته یا خیر. پراب مشکی میزنم رو GND و میزنم پایه بعدی که اوت آیسی هست. بله، فرکانس 60 کیلوهرتز رو داره برای ما درست میکنه، پالس مربعی شکل رو داره میفرسته برای گیت ترانزیستور و ترانزیستور داره قطع و وصل انجام میده. پس فرکانس داخل ترانسمون هم ساخته شده. نگاه کنید فرکانس 600 کیلوهرتز ساخته شده. پس آیسی و ترانزیستور ما سالمه. تو این جلسه میخواستیم، یعنی جلسه 4، تست آیسی رو براتون انجام بدیم که امیدوارم براتون مفید بوده باشه. خسته هم نباشید.